به نام خداوند جان و خرد. درود گرم و جوشانی ما را بپذیرید، همزبانان همزمانی دور و نزدیک، هواداران کلام ناب فارسی دری تاجیکی. شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. حکایت اندر حکایت. عزم ما چطور در گفتارهای پیشین تأکید داشتیم، پیشنهاد شکل پرره و اصل شاهنامه بیزوال است. اما برای بواسطه به خود شاهنامه گذشتنمان، من میخواهم باز یک کتابت فرزانه فرزند میدان ادبیات، بزرگترین عارف عصرها و نسلهای ملت، شیخ عطار را در راستای تقدیر مؤلف شاه اثر عالم در میدان ایجاد، حکیم ابوالقاسم فردوسی را براتان قصه کنم. سالهای زیاد است یک فرموده مولوی در داشنا مثنوی معنویش را در زبان پهلوی قرآن اعتراف نموده‌اند، مرا به معما کشیده. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. یا شاید محابات میکند مولوی در داشنا. برای جواب یافتن به این سوال رو میاریم به ایجاد خود شیخ عطار تا او را بیشتر شناسیم و برای خویش کشف کنیم که او چه کاری را به انجام رسانیده که حضرت مولوی را اینقدر مفتون ساخته. بیایید همراه چند دقیقه خود را در هوای ایجاد این شاعر عارف گذرانیم تا پیداش کنیم که او چی نقشه در ادبیات پرغناوت ما گذاشته. زهی عطار از بحر معانی، به الماس زفان دور می چکانی. تو را زیبت به عالم بارنامه، که بر تو ختم شد اسرارنامه. میان 4 طاق کوژ رفتار، بر این مینوال کس را نیست گفتار. چنانم قوتی طبع است که از فکر، چو یک معنی بخواهم 100 دهد بکر. در اندیشه چنان مستی خرابم، که دیگر می نیاید نیز خوابم. نیابم خواب شب بسیار اندک، از این پهلو همه گردم بدان یک. همه رانم معانی را ز خاطر، که یک دم خواب یابم بوک آخر. یکی را چون برانم 10 درآید، بتر را چون برانم به درآید. زی بس معنی که دارم در ضمیرم، خدا داند که در گفتن اسیرم. به صنعت سحری مطلق می نمایم، در این شک نیست الحق می نمایم. به حکمت لوح گردون می نگارم، که من حکمت زیوت الحکمت دارم. به معنی موی از هم می شکافم، ببین گر پای داری دست بافم. جواهر بین که از دریای جانم، همی ریزد پیاپی بر زفانم. ببین این لطف و کشف اسرار، نگه کن معنی ترکیب و گفتار. اگر ما یک سخن گوییم 100 سال، همه دوشیزه ماند هم به یک حال. زما چندان که گویی ذکر ماند، ولیکن اصل معنی بیکر ماند. خردمندا بیا بار سخن بین، که میگوید سخنهای کهن بین. هر آنچه آن کهنه میگردد قدید است، که لذت از جهان قسمی جدید است. چون من تا روز عالم باز بوده است، ندانم تا سخن پرداز بوده است. سخن را طبع عیسی فکر باید، چو مریم گر بزاید بیکر باید. زی تحسین درگذشته است این سخنها، که شوری دارد این شیرین سخنها. کسی را کارزوی این ضعیف است، نمودار منش شعری لطیف است. زی شعری خود نمودارش نمودم، زی هر در دور و اسرارش نمودم. اگر تو اهل رازی چشم کن باز، به غواصی برون گیر از سخن
راز. بساطی مفلسی گسترده ام من، بسی دیوانگی ها کرده ام من. کجاست اهل دل در گوشه فرد، که بنشیند دم با من در این درد. تو ای عطار اکنون چند از این گفت، کنی آن گفت را پیوند از این گفت. چنان خواهم که همچون خاک گردی، مگر در زیر پای پا گردی. چو خاکی راه خواهی شد از این پس، چو خاکی راه شو در پای هر کس. فروتن شو خموشی گیر پیشه، در این هر دو صبوری کن همیشه. ترا صبر باید کرد حاصل، که گفت از صبر و مفتاح القلایل. صبوری کن که حق اندیشه پیوست، که با حق باشی و با خویش پیوست. گرت باید به هر دم تازه جانه، فرو مگذار یاد او زمانه. همه هر دم زدن در بیم و امید، به حق سرمایه ملک است جاوید. چو هر دم می توانی یافت نور، چرا دایم نباشی در حضور. گر از 100 چیز می یابی شرف تو، چه بهتر گر حضور آری به کف تو. ادامه صحبت در گفتار بعدی. خدا حافظ.